این نوبت لحظه در رسید تا بخش سوال جواب رو پیشنهاد اشتراک جان کنیم. بله اصلا و اینجا باید با کلی جوانان یادآور شد که در مهمانی ما حضور دارند چون که خودشون میشناسند عجیبنگاری شناخته دوستمراد شریفов و همچنین هنرمندی سیرک دولتی تاجیکستان. دوستمراد برای شما یک چند سوال ها رو پیشنهاد میکند و شما باشد با اون پاسخ میگردونید. مرحمت دوستمراد. یک دقیقه ما تشنگی میشکم. الکی دست اول همیشه دست اول ملت تاجیک مردم تاجیکی که در تمام دنیا هستند در سال نو میلادی در سال نو که سال وفادار در آمده ایستاده است تبریک مبارکباد میگم بگذار و مثل سگ وفادار باشیم و هم با هم دیگر باشیم. من امروز به نهایت خرسندم هستم حلاوت هم بردم که در اینجا میز ها میسترها در اینجا نشستند. مبارک باشد این جایزه ها و یک دو سوالی عادی یک دو سوالی ساده برای شما میتونم کسی که دانست میکروفون آزاد است. مرحمت. سوال یکی ما همین است که در اتوبوس نشستید که یک زنکی حامله دار با در دستش یک کودک در اتوبوس میدراید نه شما جا ده میگید که با یک موسفید پنسیونری پیر فرتوت با در دستش عصا با یک سومکای بور وزبین در دستش نه او شجاع بوده میگن که یک برادر دیگه مون یک دو ماه پیش ماشین زده ای بانیسا برو واردن وارم در همه اتوبوس بر میکنن همین اتوبوس های کنه چاپا میشون همیو کدومیش جا میته. اینجا مهارت سخنرانی شما جوانان را دوستمراد سنجیده ایستاده است. هر آن کس که به این سوال جواب میتید مرحمت میکروفون رو گرفته پاسخ گردونید. اگر خودتون میبودید چیکار میکردید؟ من خودم میبودم رو ما طرفی تریزه میکردم گیو که ندیدم و یورا اگر من میبودم من حامله دار رو جای میدادم چون که هم کودک داشت هم حامله بود. اگه گفتنه که اون مسافد پیر پنسیونر عمرش دیگه تمام او در جوانی دار پیران را عزیز تا عزیزی دیگران گردید تونید باید ما پنسیونر رامشا بخریم. او برادرمون ماشین زده او کسلی بیمار او را اتوبوس بسیار جوانان دیگر بودن با اونها جای میدادن. نه همش پنسیونر بودن. اگه پاسخ این را که من خودم میدونستم بین این جنابا من نمیگفتم من خودم خواستم که همین چی را بدونم من نمیدونم همین راستیگه. قاری در خونهش نشسته است که کار به خونه قاری دزدی میدراید که گنگ میبیند گنگ چخیل به قاری بگوید که کار دزدی در آمده است. بخواه قاری است نمیبینه. دوستمراد با فکر من جوانان از این سوالی که شما دادید پاسخ ندارند. باز شما خودتون میتوانید که پاسخ درست رو به اونها بگویید. بازم پاسخ درست رو من به شما میگم این همه معما هستند. این رو هر کسی که چقدر فهمایش دارد به خودش قبول میکند و سوالش رو میبرارد. اینا دوستمراد ما به آن خاطر این شرطی برنامه رو گذاشتیم که شما لحظه توانید همچون عجیب نگار با چهره های انامین زیبای جوانانی ما یک خنده یک تبسم رو هویدا نمایید. اما شما با سوال بارون کردنتون چهره اونها رو افتاده کرد. جمع اومد از خرسندی از سالی نو است سال 2018 چه خیلی میگن که بعد 18 هم سال 2018 هم برای شما تکرار به تکرار جوانای عزیز گلدخترای زیبا مبارکباد میگم. البته یاد انیداد میگم جوان برادر من شنیدم میگه که آچم مرد ها زنکای قشلاق بالای سر ما بودن که بچه‌م گیره نکه اینا ما بجای آتا بجای آچت دلم پرشید میگه. بعد اول میگه آتا مرد ها مردکای قشلاق بودن که گیره نکه بچه‌م اینا ما بجای آتا میگه دلم پرشید. اینا میگه ده روزی ده اویلم مرده یگام دختر قشلاق نمیگه که اینا ما بجای زن. یا تا دیگهش میگه ای وقتش تا بوار میکنید میگه من خونه چند دختر پشت ما خوش کشتنی شد. انا میگه گل دخترکای زیبا پشت ما خوشون کشتنی بدن پشت ما خوشون میکشه میگفتن با میگن که چخیل چند قاف داری چند نمود داری که با اگر پشت تو دختر خوشون میکشتن میگه که خونی کس ما از قلی میرفتن میگفتن که اگر همین بچه را بتن مخمونا میکشیم. تشکر زیاد با یک لطیفه های زیبا با همون سوال و جواب هایی که لحظه جوانان ما رو با فکر کردن و دار ساختید و همچنین طبع آنها رو بولیده گردانیدید. سلامت باشین. تشکر زیاد دوستان. دعا میکنیم که همه وقت تاجیکستانی ما همه خیلی به مثل بهاران سرسبز و گلریز باشد. مادرانی ما پدرانی ما همه وقت خرسند باشند در بالای سری ما فرزندان سایبان باشند. ما جوانای تاجیکستان همه وقت سربلند باشیم و برای پیش نام وطن
номи миллата дар дунё муаррифӣ созем. Миллати ман ҳама вақт дар лабонаш ханда ҳовайдо бошад. Ташаккур зиёд. ташаккури зиёд. Хуш омад.